کدام مجسمه راحت‌تر جابجا می‌شود؟ جواب اینجاست. خب تصور کن کنار یه مجسمه ایستادی که وزنش از یک کامیون هم بیشتره. حالا یه مجسمه کوچیک رو تو دستت بگیر. این تفاوت بزرگیه بین مجسمه‌های غول پیکر چند تنی خویشاوندان کوچیک و سبکشون. وقتی میخوای یه مجسمه عظیم رو جابجا کنی، یه عملیات کامله. جرثقیل‌های بزرگ، کابل‌های قوی، تیم‌های متخصص، مثل این میمونه که داری یه فیلم پرفروش رو تو واقعیت میبینی. یه حرکت اشتباه و یه فاجعه تو دستت داری. اما وقتی درست انجام بشه، جادوی محضه. ناگهان یه میدان بیروح تبدیل میشه به یه اثر هنری. حالا بیا همه چیز رو کوچیک کنیم. مجسمه‌های کوچیک داستان کاملا متفاوته. میتونم برش دارم زیر بغلم بگیرم و هر جا که بخوام بذارمش. بدون استرس، بدون برنامه ریزی بزرگ، فقط یه تغییر سریع تو حال و هوای اتاق یا دفتره. اما نکته اینجاست، هر نوعی قدرت خاص خودش رو داره. مجسمه‌های غول پیکر برمیاد این شهر مسلط میشن، داستان‌هایی رو روایت میکنن که همه میتونن از کیلومترها دورتر ببینن. مجسمه‌های کوچیک، اونا یواشکی میان سراغت، حالی برای فضاهای شخصی هدیه، یا حتی اون گوشه کوچیکی که به یه چیز اضافه نیاز داره. پس جابجایی مجسمه‌های غول پیکر، ماشین‌های بزرگ، تیم‌های حرفه‌ای و برنامه‌ریزی دقیق. جابجایی مجسمه‌های کوچیک، دست‌های خودت، تخیلت، سبک خودت. چرا مهمه؟ چون هنر فقط به اندازه نیست، به تأثیریه که داره و به نحوه استفادهات از اونه. چه داری تنها رو بلند می‌کنی؟ چه فقط چند گرم رو؟ هر دو نوع مجسمه میتونن یه فضا رو کاملا تغییر بدن. پس دفعه بعدی که یه مجسمه دیدی، بزرگ یا کوچیک، به داستانی فکر کن که پشت اینه، که چطور به اونجا رسیده. چون تو دنیای هن، گاهی اوقات بزرگتر همیشه بهتر نیست. و گاهی اوقات چیزهای کوچیک بزرگترین حرفها رو میزنن.